یه پزشکی دوست صمیمیش رو کشته و حالا یه عده‌ای دارن تلاش میکنن که بفهمن این آدم این قتل رو از روی جنون انجام داده یا عاقلانه و آگاهانه دست به چنین قتلی زده. بیایید کتاب تنگنا رو بهتون معرفی کنم. رمانی که دیوانم کرد و سراسر ازش لذت بردم. خوش اومدید به کانال فرهنگی. من مصطفی فرهنگی هستم و همین یه ساعت پیش این کتاب فوق‌العاده رو تموم کردم. نوولا یا رمان کوتاهی به اسم تنگنا اثر آندریف و با ترجمه خیلی خوب رضا بهرامی. خلاصه داستان از این قراره که پزشکی دوست صمیمیش رو کشته و یه عده‌ای که کارشناس و روانشناس و اینجور چیزا هستن دارن تلاش میکنن که بفهمن این اتفاق از روی جنون افتاده یا اینکه قاتل آگاهانه و از روی عقل و منطق دست به این قتل زده. همه رمان به جز یه نیم صفحه اول و یه صفحه آخر یادداشت‌های این قاتله که داره برای این آدم‌ها توضیح میده که اصلا چی شد که این اتفاق افتاد و دائم داره با تردید ما این بازی میکنه. یعنی اینکه ما میگیم خب این الان دیوانه است و مجنونه و یه جای دیگه میبینیم که نه، این از هر آدم عاقلی عاقل‌تره، دارای تفکره، خیلی از مناسبات دنیا رو به واسطه همین رفت و آمدها داره به چالش میکشه. ما توی داستان نویسی یه چیزی داریم به اسم راوی نامطمئن. وقتی که راوی داستان شما که عموماً هم اول شخصه راوی نامطمئنه، شما هیچ وقت نمیفهمید که چه حرفی درسته، چه اطلاعاتی درسته و چه حرف و اطلاعاتی غلطه. نمیدونید روی کدومش میتونید حساب باز کنید. بذارید یه مثالی براتون بزنم. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش یه رمانی بهتون معرفی کردم به اسم ذهن مهزده. لینکش رو قسمت توضیحات میذارم. اونجا راوی داستان ما پیرمردی است که دچار آلزایمر شده و ما نمیفهمیم که کدوم یکی از حرفها و اطلاعاتی که این پیرمرد داره به من مخاطب میده قابل اعتنا و قابل اتکاست و کدوم یکی از حرفهاش ناشی از همون فراموشکاریشه. اینجا هم راوی نامطمئنیه. ما نمیدونیم که این آدم واقعا دیوانه است، مجنونه یا نه خیلی هم عاقله و دائم ما رو در این تردید بازی میده. رمان تموم میشه و شما نخواهی فهمید که بالاخره این آدمه عاقل بود یا دیوانه بود. داستان جدا از اون فضای جنایی که داره و ما برامون کنجکاوی بزرگیه که بفهمیم قاتل انگیزش از این قتل چی بوده، یه انگیزه هایی رو هم به ما نشون میده ولی ما باز مطمئن نیستیم که این انگیزه واقعیه یا نه، یه انگیزه نادرست و فیک و تقلبیه. جدا از این که ما داریم فضای یک داستان نسبتاً جنایی رو تجربه میکنیم، اما بسیار به شکل پررنگی داریم یک داستان روانشناسانه رو میخونیم که واقعاً نفسمون رو بند میاره. نویسنده در این کتاب به ما به روشنی نشون میده که مرز بین عقل و جنون چقدر میتونه باریک و تنگ باشه و دقیقاً ما رو در همین تنگنا قرار میده. این چیزی که دارم میگم استعاری نیست. یه موقع‌های پیش میومد وسط خوندن این کتاب من یهو احساس نفس تنگی میکردم و یه نفس عمیق میکشیدم. یعنی واقعاً داشت منو خفه میکرد. این انبوه تردیدی که در دل من داشت تزریق میشد که نمیفهمیدم میزان جنون این آدم و میزان منطق و عقل این آدم کدومش ممکنه بر دیگری بچربه، نمیذاشت بفهمم. تا میخواستم مطمئن بشم که خب
راوی مجنونه و دیوانه است، سریع یه چیزی رو میکرد که میگفتم نه پس این عاقله. در جای جای داستان این نامطمئن بودن رو، این تردید رو در من و شما تزریق میکنه، ذره‌ای شما رو راحت نمیذاره. کتاب پر از سؤاله، پر از چالشه نسبت به قراردادهای اجتماعی، نسبت به اخلاق، نسبت به شکل زندگی و شکل مرگ. شما رو رها نمیکنه. آیا این سؤالهایی که درباره ارکان زندگی مطرح میشه ممکنه از طرف یک مجنون جلوه و جایگاهی داشته باشه؟ یا اینکه نه، یه نفر باید خیلی فیلسوف و دانا باشه که بخواد به این سؤالها برسه. کتاب تکان دهنده است. برای خوندنش ذره‌ای تردید نکنید. و اگر مثلا رمانی مثل جنایت و مکافات یا رمانی مثل یادداشت‌های زیرزمینی داستایفسکی رو دوست داشتید، حتما این رمان رو هم دوست خواهید داشت. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید که به نظر شما مرز عقل و جنون کجاست. اگر این رمان رو خوندید که حتما برام بنویسید به نظر شما این پزشک دیوانه بود یا عاقل. بریم چند تا از نظر کاربران گودریدز درباره این کتاب رو بهتون نشون بدم و بعدش برمیگردیم راجع به ترجمه این کتاب با هم صحبت میکنیم. نوولای تنگنا رو رضا بهرامی متولد 67 ترجمه کرده. چندین و چند ترجمه داره، ولی من اولین بار بود که داشتم از ترجمه هاش میخوندم و میتونم بگم درخشان بود. اولین کتابی بود که لج من رو به هیچ عنوان در نیاورد. ویرایشش بسیار تمیز و درست بود. دست کم هیچ اشکالی، ویرایش سوری و معنایی و اینها، هیچ اشکالی به چشم من نیومد. حالا یا از قدرت ترجمه بود یا از گیرایی کتاب، نمیدونم. کتاب از نظر من تو فضای ترجمه و ویرایش کاملا بی‌نقصه و یک قدرتمندی در نثر این ترجمه هست که واقعا آدم رو به تواضع وادار میکنه. جدا از اینکه به خاطر فضای داستان شما منقبضی، اما در این انقباض شما شکوه نثر رو کاملا تجربه میکنید. بذارید من یه تیکه خیلی کوتاه براتون بخونم. من دکتر کرژنتسوف همچون نغمه ناجوری خواهم بود که تا ابد پشت دروازه گوشهایتان منتظر خواهم ایستاد. همچون سؤالی در انتظار پاسخ، همچون دشنام تلخی بر دوش وجدان شما سنگینی خواهم کرد و با افتخار به خیل این کسانی ملحق می شوم که شما را به وحشت می اندازند. چطور انقدر جوندار محکمه، راه نفس کشیدن به مخاطب نمیده، اصلا اجازه نمیده که تو تزلزلی در لابلای سطور داستان احساس بکنی. من فکر میکنم که از داستان پردازی آندریف، شکل داستان و شکل این ترجمه یک بافتی تشکیل شده که این بافت تماماً شما را در بر میگیره.
هیچ چیزی از بیرون این بافت نمیتونه شما را از این اثر منفک کنه. همه چیز سر جای خودشه. شاید بعضی از این تعریف ها الان اگر کتاب رو نخونده باشید براتون ناملموس باشه، ولی اگر این کتاب رو خوندید لطفاً بیایید و دوباره این ویدیو رو تماشا کنید. اون موقع احتمالاً بهتر حرفای من رو درک میکنید. تنگنا رو بخونید یا نه؟ 100%. خوشحالم که در پایان فروردین ماه کتاب خیلی خیلی خوبی خوندم که منو سرشار از انرژی کرد و امیدوارم که همچنان کتاب‌های خیلی خوبی در انتظارم باشه. اگر میخواید چند تا کتاب دیگه که همینطوری تونستن من رو به وجد بیارن بهتون معرفی کنم، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو همین الان تماشا کنید. تا بعد.